دشمن میداند که پیروان قرآن این درس را از قرآن گرفتن. اشداء علی الکفار. قرآن میگه ای پیروان من با کفار سختگیر باشید. رحما و بین هم دیگر رحم و شفقت و محبت و صمیمیت داشته باشید. قرآن برای ما درس ها داره. درس های قرآن چیست؟ قل یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده تا این که دلهای تاریک را روشن کنه. این قرآن آمده تا قلوبی که مریض هست شفا بدهد. سروران عزیز و بزرگوار، قرآن درس ها داره. درس های قرآن را متوجه شوید. درس های قرآن چیست؟ درس اول، این درس را باید ما به دنیا اعلان کنیم که قرآن ما قرآن است که لا ریب فیه، هیچ شکی نیست و هیچ تردیدی نیست. عزیزان من، درس های قرآن، درس اول درس عزت و شرف را قرآن برای پیروان خود میدهد. ای پیرو قرآن، با عزت زندگی کن و با شرف زندگی کن. درس دوم این است که درس شجاعت و غیرت را برای پیروان خود میدهد. اینها درس قرآن هست. درس سوم، درس صبر و استقامت و بردباری را قرآن برای پیروان خود میدهد. سوم، درس اتحاد و وحدت را قرآن برای پیروان خود میدهد. چهارم، درس تعالی و ترقی را قرآن برای پیروان خود میدهد. ششم، درس محبت و صمیمیت را قرآن برای پیروان خود میدهد. هفتم، درس ایثار و فداکاری را قرآن برای پیروان خود میدهد. هشتم، درس اخوت و برادری را قرآن برای پیروان خود میدهد. نهم، درس صلح و صفا را قرآن برای پیروان خود میدهد. دهم، درس آسایش و آرامش و امنیت را قرآن به پیروان خود میدهد. اینها دروس قرآن است. دشمن میداند که پیروان قرآن این درس را از قرآن گرفتن. اشداء علی الکفار. قرآن میگه ای پیروان من با کفار سختگیر باشید. رحما و بین هم دیگر رحم و شفقت و محبت و صمیمیت داشته باشید. عزیزان من، این درس های قرآن در زندگی ما اگر پیاده شود، در زندگی ما اگر جامعه عمل بپوشد، دشمن ناامید می شود، قلب دشمن آتش می گیرد. عزیزان من خوب متوجه باشید که دشمن هیچ وقت دوست نمی شود. سوال است آیا قرآن بزرگتر است یا پیامبر؟ سوالی هست آیا قرآن بزرگ است یا پیامبر؟ از این قرآنی که لفظ و کاغذ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترند. همین کسانی که امروز قرآن را به آتش زدن. آیا میدانید
آیا میدانید که پدران آنها میخواستند که پیامبر را به قتل برسانند؟ بناهن دشمنی که با پیامبر رحم نکرد، دشمنی که با اصحاب پیامبر رحم نکرد، یهودی که در یک روز این یهودیان کثیفی که در دنیا زندگی میکنن، اینها کسانی هستند از نسل کسانی هستند که به یک روز 70 پیامبر خدا را شهید کردند. بناهن عزیزان من، این درس های قرآن و این پیام های قرآن را فراموش نکنید. دشمن بداند عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. خیلی چیزها هست که انسان او را به شر میپندارد ولی به خیر تمام میشود. دشمن بداند که این حرکتش باعث بیداری مسلمان ها می شود. این حرکت سبب می شود که جلسات قرآنی ما پررنگتر، با شکوهتر و با عظمتتر شود.